داستان چهارشنبه سوری از این قراره که منفورترین شخصیت در شاهنامه عاشق مظلومترین شخصیت در شاهنامه میشه و چهارشنبه سوری رو رقم میزنه. کیکاووسشاه پادشاه ایران همسری داشت به نام سودابه، همون زلیخای توبه نکرده، و پسری داشت به نام سیاوش. سیاوش که از بچگی توسط رستم بزرگ شده بود و آموزش دیده بود، بسیار خردمند، جنگجو و زیبا بود. سودابه یک دل نه صد دل عاشق سیاوش شد. زمانی که سیاوش دست رد به پیشنهاد بیشرمانه سودابه زد، سودابه حیله‌گری‌های خود را آغاز کرد و به کیکاووسشاه گفت پسر قصد دست درازی به من را داشته. کیکاووسشاه هم برعکس تمام رفتارهای نابخردانش این بار صبر کرد و تحقیقات خود را شروع کرد، اما شوربختانه به هیچ نتیجه مثبتی نرسید، چون سودابه همه سرنخ‌ها را از بین برده بود. موبدان و بزرگان رو فرا خوند و گفت چاره چیست؟ یکی از اون بزرگان گفت چاره آتش است. آتش همیشه حقایق رو برای ما برملا ساخته. هر دو از دل آتش گذر کنند تا گناهکار اصلی مشخص شود. سودابه در جا این پیشنهاد رو رد کرد و گفت من نه گناهکارم نه از دل آتش گذر میکنم. اما سیاوش پذیرفت. در سه‌شنبه آخر سال مردم کانال‌های بسیار بزرگی از آتش درست کردند و سیاوش سوار بر اسب به سلامت از دل این آتش گذر کرد. کیکاووسشاه که بسیار خوشحال شده بود، فردای اون روز چهارشنبه به همه سور داد و 3 روز را جشن گرفتند و جشن باستانی چهارشنبه سوری برای ما از بیگناهی سیاوش و قدرت آتش به ارمغان موند. چو پیش پدر گشت سیاوش پاک، نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک. فرود آمد از اسب کاووسشاه، پیاده سپهبد پیاده سپاه. سیاوش را تنگ در بر گرفت، ز کردار بد پوزش اندر گرفت. به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی بر سر نهاد. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کامها با سیاوش براند. 3 روز اندر آن سور در کشید، نبد بر در گنج بند و کلید.